آخرون که اینجا ده؟ مای پایجا. سلام علیکم. سلام. ایوی استرس. بیا نه پایجا بشینی. بشینی. سلام علیکم. ایلکا آدم بسیاره زوره چی؟ پیش وقتی حضرت ملیسا بود گایی کور میکرد بسیار گایی سختگیر بود شب روز داره ها چخ بود یگان کسا روی خود تیر نمیکرد حتی چند بار آتش جریمه کردگی بود یک شب در پست دیجورنی بود همین گایی شب بود محتوب پر بود پاشا پر نمیزد یکی میبینه که یک تانکوچهی یک ماشینی سب سرخ اومده ایستاده است میدمه بود ماشینی سرخ هم من میکنه میبینه که شریارش نیست سرشم درون میداره بازارش هم نیست پوچوی میریستم یخ میکنم همین اولاد ده کدومی پشتش تپ تپ میکنم ملیسا قفاشا نگاه میکنه که مصطفی چشمش سب سرخ طرفی گی میگه که پرواتا قطی ردرد بته 3 روز زنکی گی میگیره 4 روز ده میخیزه و همین فولبین بشوه ما اپا این من هر روز همی جایم شما بدونیم بعد شما ما میدونم توبه چیکار روی نمیشوم خیز رحمت دودر جون خیز معدتون مریض است شما باشید باد دارید یک روز بیم بادتان من خودم میبرارم ما برای سفر اومدیم سفر تندری چیروغک زد بعدی همو یگان کسا نمیشناختگی شد انا زبانی مادریش هم گم کرده با زبانی خارجی گپ میزند حاضر سفر در پیش ما نیست رفتارش هم رنگی سفر نیست خوراخریش هم دیگر شده است حتی دیگر خیلی خواب می رود نفس کشیشم دیگرای معلوم جین یارش شده است جین خب دیگر علاج نداریم من آمد اینجا خواب کنید حاضر جیناش دفن میکنیم سفر جون خوب رو Madame, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? دروز کش خب رو حاضر جین کپود I'm sorry
برا گفتن برا. ای جین برا. یک تا دیگهش مونده است برا. برا گفتم برا. برا. جینوشا دیدسته به فکرم لباسای از کجا گرفته باشم؟ سلام سفر. Bonjour. السلام خاله جان. سلام دخترم. سفر یاردمچی شما شد از چی؟ خودم هم حیرانم. گویا که عوضش کرده باشم. دادام گفت که به سفر یاردم کنم که زبانش را به یاد بیارد. لغتم خرید است. انا این چشم. تکرار کن. چشم. Oh mademoiselle, vous êtes vraiment très jolie. نه درست. مرسی. Les yeux. Oui? Les yeux? چشم. Chachem? میشد است گفت؟ ای سفر بس کن ما را فریب نمیکنی این قبالو بدای چی کاری نکرده که دلی دختر رئیسه یابی هی روید از اینجا به تربیه ها سفر بلبلوف با حادثه گوشنشانی خود ده خود را در سراسر عالم مشهور کرد. حتی عالمان طب با این گونه حادثه نادر باری نخست است که دچار میشوند. حالا ما از دیرکتور مکتبی که سفر بلبلوف تحصیل کرده بود کمی معلومات میگیریم. مرحمت دوستان. من درباره سفر جان همین را گفتنی هستم که سفر جان نه تنها افتخار مکتب ما بلکه افتخار دهه ما هست. سفر جان همیشه با بهای اعلا میخواند در مکتب و وی زبان انگلیسی، زبان نیمسی، زبان فرانسوزی را میخواست آموزد. اما افسوس که در مکتب ما انمیخیل معلمان نبودند. با همه این نگاه نکرده سفر جان امروز با زبان فرانسوزی آزاد گپ میزند. سلامت باشید. سلامت باشید. تمام رسید.